اگه دنبال جایی هستی که بتونی واقعا از شلوغی شهر و اینترنت فاصله بگیری، دیلمان یکی از انتخاب‌های بی‌نظیره. سفر به دیلمان یکی از مناطق خوش آب و هوا و توریست پذیر استان گیلان طرفداران زیادی داره و دلیلش ترکیبی از چند ویژگی خاص و منحصر به فرده. مورد اول طبیعت بکر و فوق‌العاده زیبا هستش. دیلمان منطقه کوهستانی با دشت‌های سرسبز، جنگل‌های مه گرفته، چشمه‌ها و آبشارهای طبیعی مثل آبشار لونک هستش که این منطقه یه جورایی همزمان هم حال و هوای جنگلی داره، هم کوهستانی و هم دشت‌های باز و رویایی. مورد دوم آب و هوای خنک در تابستان هستش. خیلی‌ها توی تابستون برای فرار از گرما میان اینجا و تا از هوای خنکش لذت ببرن. مورد سوم مه و افق‌های رویایی هستش. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های دیلمان مه صبحگاهی و مناظر ابرهای زیر پا هستش که توصیه می‌کنم حتما این صحنه رو از نزدیک تجربه کنیم. مورد چهارم تاریخ و فرهنگ اصیل. دیلمان یه منطقه تاریخی هم هستش. خدمتش به دوران باستان برمیگرده و اسمش تو متون تاریخی اومده. اینو بفرست برای اون دوستایی که هنوز دیلمان نیومدن.